روابط ما از یک تعارض اساسی که ناشی از تقابل میل به صادق بودن و ترس از رها شدن رنج میبره. ما وارد رابطه میشیم تا خودمون باشیم. اما از طرفی اگه بخوایم کاملا خودمون باشیم و دست به هیچ خودسانسوری نزنیم، به احتمال زیاد رها میشیم. به نظر میرسه سکوت بهاییه که باید در قبال داشتن همنشین و شریک عاطفی بپردازیم. هر چقدر هم ادعای روشنفکری داشته باشیم، در واقع تعداد کمی از ما جایی برای پذیرش پیچیدگی‌های نفر دیگه‌ای رو مهیا می‌کنیم. ممکنه با خودمون فکر کنیم شریکمون میتونه و باید هر چیزی رو به من بگه، اما در عمل موضوعاتی که هر یک از ما واقعاً آماده شنیدنشون هستیم کمتر از چیزیه که فکر می‌کنیم و خودمون هم در ضمیر ناهوشیارمون از این مسئله آگاهیم. برای مثال، قطعاً اکثر روابط خیلی زود به پایان می‌رسید اگر یکی از طرفین میگفت من دوستت دارم اما گاهی دلم میخواد با دیگران هم رابطه داشته باشم، و یا میگفت من دوستت دارم اما دوست دارم گاهی تو رو بابت چیزهایی که روش حساسی تحقیرت کنم، و یا میگفت کاش مدتی از زندگی من میرفتی چون گاهی برام خسته کننده ای. درسته که بر زبون آوردن چنین حرفهایی یک رابطه رو به خطر میندازه، اما سکوت کردن هم بدون مشکل نیست. نمیتونیم صرفاً با مؤدب بودن عشق رو تجربه کنیم و بگذرونیم. وقتی مجبوریم یک دروغ بزرگ رو پنهان کنیم، تمام نظام عاطفی ما فلج میشه. احساساتی که ابراز نشدن بالاخره زمانی میرسه که به شکل دیگه‌ای نمایش داده میشن. ما نمیتونیم به راحتی اونها رو نادیده بگیریم و با هیچ مشکلی روبرو نشیم. اگر جامعه تصویر راحت‌تری از عشق به ما ارائه میداد، تصویری که ما رو در سطح جمعی برای مشروعیت بخشیدن به تجربه همزمان احساسات متناقض مثل عشق و نفرت آماده می‌کرد، خیلی مفید بود. چنین تصویری به ما اطمینان میداد که نیاز نیست با ظهور گاه و بیگاه این احساسات منفی وحشت کنیم، چون احتمالاً بعد از مدت کوتاهی از بین میرن و عموما فقط نشون دهنده نزدیک شدن دو نفر به همدیگه هستن. بزرگترین لطفی که میتونیم در حق کسایی که دوستشون داریم بکنیم اینه که بهشون اجازه بدین تا زمانی که تحقیر و پرخاشگری وارد ماجرا نشه، گاهی از ما متنفر باشن. متخصصین این حیطه والدین کودکان 3 سالن. وقتی کودک به پدر مادرش بابت اینکه خواسته ایش رو برطرف نکردن ابراز نفرت میکنه، والدین کاری رو انجام میدن که عموماً همه ما باید انجام بدیم. اونا سعی میکنن برداشتی شخصی از این حرف نداشته باشن و به خودشون نگیرن. والدین به طور غریزی درک میکنن که خلق و خوی بچه‌ها فوق‌العاده متغیره و عشق بسیار پیچیده است. به همین دلیل کسی رو که میدونن در مجموع خوب و مهربونه قضاوت نمیکنن. و مهمتر از این، اونا به یاد میارن که پیشتر هم چندین بار چنین حرفهایی رو از فرزندشون شنیدن، اما در نهایت اتفاق خاصی نیفتاده و این حرفها معمولاً معنای خاص و قابل اعتنایی ندارن. بنابراین بهتره که ما هم در روابط عاطفیمون بینش و بصیرتی که والدین از خودشون نشون میدن رو پرورش بدیم و برای خودمون و شریکمون مجال تجربه گاه این هیجانات منفی رو مهیا کنیم. تنها در این حالته که میتونیم به عشقی که داریم آن غنای بیشتری ببخشیم. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. این کار شما خیلی به ما انرژی میده. و اگر دوست داشتید برای دوستانتون هم ارسالش کنید.